اگه فکر میکنی فقط با دیالوگ میشه دنیا رو تکون داد، صبر کن. اونا یه بازیگر معمولی بود، نه فقط یه کمدین. یه جادوگر بود که با یه نگاه، با یه راه رفتن عجیب تو رو از خنده میترکوند. چارلی چاپلین، مردی که سینما رو بدون یک کلمه حرف جاودانه کرد. چاپلین توی یه خانواده هنری به دنیا اومد. مامانش خواننده موسیقی حال بود و باباش هم اجرا کننده. ولی این ظاهر شاد قضیه است. باباش الکلی بود و زودتر از اونی که فکرش رو بکنی گذاشت رفت. مامانش مدت بعدش به دلیل مشکلات روحی رفت بیمارستان روانی. چارلی و داداشش سیدنی عملاً بی سرپرست شدن. یادت گفتم بچگی مثل ریشه یه درخته؟ خب ریشه چاپلین توی فقر، یتیمخونه و خیابون بود. ولی همینا همون چیزایی بودن که بعداً تبدیلش کردن به یه هنرمند مردمی واقعی. اولین باری که رفت روی صحنه فقط 5 سالش بود. مامانش مریض شده بود و نمیتونست برنامه رو ادامه بده. بچه کوچولو رفت بالا و با شیرین کاری جمعیت رو خندون. انگار همونجا جرقه خورد. توی نوجوانی عضو گروه ایت لنکشیر لدز شد و باهاشون به آمریکا رفت. سال 1914 توی یه فیلم کوتاه برای اولین بار نقش یه شخصیت جدید و خاص رو بازی کرد. یه مرد فقیر با کت و شلوار گشاد، کفشای بزرگ، عصا و اون سیبیل معروف. اینو هممون میشناسیم. ولگرد کوچولو یا همون The Tramp. این شخصیت ترکیبی از طنز، معصومیت و درد بود. یه جوری طراحی شده بود که هم بخندونتت هم اشکت در بیاد. و این سبک بازی کم کم شد امضای چاپلین. توی سال 1921 فیلم دکید رو ساخت. درباره یه بچه بی سرپرست که یه ولگرد ازش مراقبت میکنه. اگه بدونی این فیلم چقدر با زندگی خودش ارتباط داشت، بیشتر دلت میلرزه. یا توی سیتی لایتس، ماجرای آشنا شدنش با یه دختر نابینا بود که یکی از احساسی ترین پایان‌های سینما رو داشت. توی مدرن تایمز طنز تلخی از فشار دنیای صنعتی رو نشون داد و اوج شجاعتش توی The Great Dictator توی سال 40 میلادی که توش مستقیما هیتلر رو به سخره گرفت. توی یه سخنرانی آخر فیلم حرفایی زد که هنوز بعد از 80 سال گوش میکنی مو با تنت سیخ میشه. یه لحظه صبر کن و یه لطفی کن. اگه تا اینجا با من اومدی حتما لایک کن و کانال رو دنبال کن، چون داستانی زیادی در انتظارته. چاپلین نه تنها بازی میکرد بلکه همه چیز فیلماش رو هم خودش انجام میداد. نویسنده بود، کارگردان بود، تدوینگر بود و حتی آهنگساز. این یعنی یه تیم کامل توی یه نفر جمع شده بود. اونم تو زمانه‌ای که امکانات صفر بود. نه جلوه ویژه، نه صداگذاری پیشرفته، نه چیز دیگه‌ای، ولی اون طوری حس رو منتقل میکرد که تو با یه نگاه تمام داستان میفهمیدی. ولی این شهرت براش بی‌دردسر نبود. توی دوران جنگ سرد، چون چاپلین توی بعضی مصاحبه‌ها از عدالت اجتماعی حرف میزد، بهش گفتن کمونیسته. FBI براش پرونده باز کرد. رسانه‌ها ریختن سرش و سال 52 میلادی وقتی رفته بود سفر، آمریکا نداشت برگرده. یعنی عملاً تبعید شد و رفت توی سوئیس زندگی کنه. اونجا هنوز فیلم ساخت، ولی دیگه دلش با هالیوود نبود. بالاخره بعد از 20 سال توی سال 1972 دعوتش کردن برای دریافت اسکار افتخاری. وقتی رفت روی صحنه، جمعیت 12 دقیقه براش ایستاده کف زد بدون وقفه. اون لحظه نه فقط یه تشویق، بلکه یه عذرخواهی عمومی بود به مردی که سینما رو معنی کرده بود. چاپلین توی شب کریسمس سال 1977 توی سن 88 سالگی توی خواب فوت کرد. ولی هیچ وقت فراموش نشد، نه از ذهن مردم، نه از دل تاریخ سینما. چارلی چاپلین یه هنرمند نبود، یه قهرمان بود. کسی که از خاک بلند شد ولی به آسمون ستاره ها رسید. یاد گرفت چطور با خنده دردها رو نشون بده و ما هنوزم با تماشای یه صحنه ازش هم میخندیم هم بغض میکنیم. اگه این ویدیو دوست داشتی برام کامنت بذار که بعدا بریم سراغ زندگی نامه کدوم بازیگر یا کارگردان. تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا بدرود.